به نام خدا. سلام، اینجا تورپام آکادمیه و به سومین قسمت از ویدیوهای آموزش جامع برنامه نویسی C++ خوش اومدید. توی این ویدیو قراره که در مورد محاسبات در زبان برنامه نویسی C++ صحبت کنیم. همونطور که مستحضرید از پایه‌های هر زبان برنامه نویسی محاسبات ریاضیه، چرا که توی اکثر پروژه ها و اکثر الگوریتم ها برای حل مسائل یک چاشنی محاسباتی داریم و خب میشه گفت که کل برنامه نویسی و کل الگوریتم هایی که نوشته میشه یک شاخه از ریاضیات رو شامل میشه و ما باید برای انجام هر گونه محاسبه‌ای آماده باشیم و هر زبان برنامه نویسی میشه گفت که قلق‌های خاص خودش رو برای محاسبات داره و نکات ریز و درشت خودش رو داره و در زبان برنامه نویسی C++ ما سعی میکنیم توی این قسمت و قسمت بعدش در مورد محاسبات صحبت بکنیم و تقریبا با همه قلق‌ها و نکات محاسبات توی زبان برنامه نویسی C++ آشنا بشیم. در زبان برنامه نویسی C++ کلا میشه گفت که تقریبا 5 تا عملگر محاسباتی داریم که به ترتیب جمع، منها، ضرب، تقسیم و باقی مانده است. حالا هر کدوم رو جداگونه توضیح میدم. این عملگر جمع مثل همون عملگر توی ریاضیات، یعنی در واقع 2 تا عملگر رو با هم دیگه جمع میکنه که اینجا مثلا عبارت ریاضی f به علاوه 7 رو ما نوع نوشتار یا سینتکسش توی زبان C++ به این صورت خواهد بود: f به علاوه 7 و جمع این 2 تا عدد رو به ما برمیگردونه عملگر به علاوه. عملگر بعدی عملگر منهاست که مثل همون عملگر جمع عمل میکنه و سینتکسش هم دقیقا مثل همون. عملگر بعدی عملگر ضربه که با نماد استار در زبان برنامه نویسی C++ شناخته میشه. البته توی خیلی از زبان‌ها از همین عملگر استار استفاده میکنن، یعنی تقریبا 99% زبان‌ها برای ضرب از همین عملگر استار استفاده میشه. اینجا هم به شکل ریاضیش گفته که مثلا اگر 2 تا متغیر b و m داشته باشیم bm یا همون b.m یعنی ضرب b و m توی زبان C++ به این شکل نوشته میشه b star m یعنی ضرب b در m. عملگر بعدی عملگر اسلشه که به معنای تقسیم هست، یعنی اگر 2 تا متغیر x و y داشته باشم تقسیم x بر y یا x y باز هم اینجا نوع نوشتار دیگهش x تقسیم بر y به این شکل نوشته خواهد شد x اسلش y به این شکل نوشته خواهد شد و سینتکسش در زبان برنامه نویسی C++ به این شکل خواهد بود. عملگر بعدی عملگر مده که حالا شاید خیلی باهاش آشنا نباشین. این عملگر مد میاد چیکار میکنه؟ باقی مانده تقسیم 2 عدد رو برمیگردونه. یعنی من اگر 3 رو تقسیم بر 2 بکنم مد 3 و 2 1 خواهد بود، باقی مانده تقسیم 3 بر 2 خواهد بود. یعنی اینجا مثلا نوشته میشه 3 مد 2 و جوابی که برمیگردونه 1. چرا؟ چون تقسیم 3 بر 2 باقی ماندهش عدد 1 خواهد بود و این عملگری که اینجا بسده مد اسمش هست و باقی مانده تقسیم 2 تا متغیر رو برمیگردونه. ولی خب بریم توی فضای برنامه نویسی همه اینا رو امتحان بکنیم و یک درک مناسبی ازش پیدا بکنیم. خب قبل از اینکه بخوایم وارد فضای برنامه نویسی بشیم اینجا یک نکته ای رو بگم. با این 3 تا دستور قبلا آشنا شدیم و گفتیم که اگر این 3 تا دستور رو بنویسیم دیگه لازم نیست قبل از دستورهای ورودی و خروجی و INDEL بیاین std دابل کلون رو بنویسیم. اما خب خود این دستور هم یه خورده طولانیه و یک دستور جایگزین ما اینجا داریم که از این به بعد از اون دستور استفاده میکنیم. این دستور چیه؟ به جای اینکه برای همه اون دستورات ورودی و خروجی بیایم using std دابل کلون فلان بنویسیم،
میام از یه دستور جامع استفاده میکنیم که حالا برای دستورهای دیگه‌ای که نیاز به std دابل کلون دارن، مثلا برای تعریف یک متغیر استرینگ که حالا بعداً باهاش آشنا میشیم، نیایم یه دستور دیگه مثل اینا بنویسیم، چون مثلا اگر چند تا دستور مختلف دیگه ای داشته باشیم که نیاز به std دابل کلون داشته باشن، باید بازم این دستورات رو بنویسیم برای هر کدوم از این دستورات. و ما میایم از یک دستور جدید استفاده میکنیم که برای همه اونها کفایت میکنه و تقریبا دیگه لازم نیست شما باز به ازای هر دستور ورودی خروجی یا حالا تعریف متغیری بیاین استدی دابل کلون رو به این شکل تعریف بکنین توی این مثال بالا. میاین از دستور using name space، یعنی space به شکل پیوسته و در نهایت std سیمیکالن استفاده میکنیم. این دستور معادل همه دستورات بالاست. من این رو کامنت بکنم /ستاره کامنت میشه و توی خط آخرم برعکسش ستاره // میزنم، باز این قسمت الان کامنت شده، یعنی این قسمت اجرا نمیشه. و دیگه توی همه برنامه هایی که می نویسیم از این دستور استفاده میکنیم، چون نمیخوایم برای هر کدوم از اونها بیایم یک دستور جداگانه این بالا براش بنویسیم. به همین سادگی. حالا من یک برنامه میخوام بنویسم اینجا که دو تا متغیر رو از ورودی بگیرم، اونها رو جمع بکنم و مجموعشون رو با هم دیگه نمایش بدم. دو تا مثلا متغیر اینتیجر به نام n1 و n2 تعریف میکنم و در قسمت بعدی اون رو از کاربر درخواست میکنم به شکل پیوسته و میخوام مجموعش رو اینجا نمایش بدم. به این شکل دستور سی اوت رو می نویسم و توی همون دستور سی اوت این دوتا عملگر رو با هم دیگه جمع می کنم n2 و در پایان یک سیمیکالن میذارم. توی این سه تا خطی که نوشتم باید دوتا عدد ابتدا وارد بکنم و در خط بعدی نمایش مجموع اونها رو خواهم داشت. البته اینجا اگر فاصله هم نباشه بهتر خواهد بود. این رو من اجرا بکنم. در اینجا باید ابتدا دو عدد رو وارد بکنم، مثلا 10 و 24. اینجا مجموع که 34 هست توی خط بعدی برای من چاپ میشه و اگر بخوام میخورده برنامه‌مو مثلا قابل فهمتر بکنم، مثلا میام قبل از این مجموع که نمایش میدم یک عبارتی می نویسم، مثلا n1 به علاوه n2 و در قسمت بعدیش هم این مجموع رو نمایش میدم. حالا این مساوی هم اینجا بزنیم، مساوی هم نمایش میده و بد نیست که قبلش هم یک پیغامی چاپ بکنیم برای کاربر که بدونه باید عدد وارد بکنه، مثلا enter numbers به این شکل. اینجا هم به این صورت من این رو ران میکنم. خب الان این پیغام رو برای من چاپ کرده و منتظر دو تا عدده. من اینجا 55 و -12 رو اگر بهش بدم باید مقدار 43 رو به من برگردونه. این رو اینتر میزنم و اینجا گفته n1 به علاوه n2 برابر خواهد بود با 43. به همین سادگی. و من توی خط بعدی میخوام ضربش رو چاپ کنم. به این صورت نویسم n1 استار n2 مساوی با n1 استارش با n2. اینجا مثل قبلی فاصله ایجاد بکنیم. الان رانش بکنم دو تا عدد میگیره و جمع و ضربش رو به من میده 22 و 10. خب مجموع اینا میشه 30 ضربش هم میشه 220. البته اومده و پشت سر هم اینا رو
چاپ کرده، مجموعش میشه 32 که اینجا چاپ کرده و پشت سرش این رو چاپ کرده و اینجا بد نیست که از دستور IndL استفاده بکنیم که بره به خط بعدی. توی خط بعدیش هم باز از دستور IndL استفاده بکنیم به این صورت و رانش بکنیم. 12 و 5 ضربش که میشه 60 و مجموعش هم 17 خواهد شد. به این ترتیب نمایش میده و خط بعدیش هم چاپ میکنه. خب من توی خط بعد این تقسیم این عدد رو هم خروجی بگیرم. n1 تقسیمش بر n2 اینجا می مساوی میذاریم و نهایتا میریم عبارت ریاضیش رو خواهیم نوشت که n1 تقسیم بر n2. حالا اینجا فاصله نباشه هیچ اشکالی نداره. البته این دستور IndL هم برای این بنویسیم بد نیست. باز من ران میکنم، دو تا عدد دیگه بهش میدم، مثلا 7 و 2 مجموعش میشه 9 ضربش میشه 14 و تقسیم 7 بر 2 هم چون دو طرف عدد صحیح هست و اعشار نداریم 3 میشه، یعنی 3 و خورده ای نمیشه. تقسیمش 3 خواهد شد که اینجا برای ما به ترتیب 9 14 و 3 رو چاپ کرد. عملگر بعدی عملگر مد یا باقی مانده است که اینجا من باقی مانده تقسیم n1 بر n2 رو به این شکل می نویسم و اینجا عبارت ریاضیاتیش هم البته قبلش که مساوی بذاریم و عبارت ریاضیاتیش هم به این شکل خواهد بود. در پایان این ال رو نویسیم و ران میکنم. من همون 72 رو وارد میکنم چون باقی ماندهش میشود 1. چرا؟ اینجا من باید یک اسپیس بزنم که دو تا عدد رو از هم دیگه تشخیص میده. باقی مانده تقسیم 7 بر 2 میشود 1. چرا؟ چون اگر تقسیمش بکنیم اون خورده‌ای که داره محاسبه نمیشه و یک باقی مانده‌ای داره. چرا؟ چون 3 ضرب در 2 میشه 6 و باقی ماندهش عدد 1 خواهد بود. به این ترتیب 9 14 3 و 1 رو چاپ میکنه در خروجی برای ما و به نمایش میذاره. این هم از معرفی عملگرهای ریاضیاتی در C++. البته این عملگر منها رو یادمون رفت که این رو هم چاپ بکنیم بد نیست. البته مثل همون عملگر جمع هست و تفاوتی نداره. منهای n2 IndL باز هم خروجی میگیرم. 88 و 1124 رو وارد میکنم. اینجا هم محاسبه کرده و نمایش داده. اینجا چون گفته n1 تقسیم بر n2 n1 کوچکتر از n2 بوده تقسیمش حاصلش 0 خواهد شد و اون اعشارش رو دیگه نمایش نمیده، به صورت صحیح نمایش میده. خب بریم سراغ اسلایدها و بقیه نکات رو هم عرض بکنیم. خب با همه این عملگرها آشنا شدیم، در فضای برنامه نویسی و یک برنامه هم نوشتیم و شما یک آشناییتی پیدا کردیم. اما این عملگرها یک سری نکاتی هم دارن که باید قابل توجه باشن و در برنامه هایی که نوشته میشه حتما به اونها توجه بشه، چون ممکنه همه محاسبات رو کلن عوض بکنن و یک محاسبه جدای از اون چیز انتظار شما به شما برگشت داده بشه. نکته اول این هست که اگر دو طرف عملگرهای محاسباتی
که محاسبه میشن عدد صحیح باشن، یعنی از نوع اینتیجری باشن، حاصل اون محاسبه‌ای که به شما برگشت داده میشه صحیح خواهد بود. و اگر یعنی در غیر این صورت حاصلی که به شما برگشت داده میشه اعشار، یعنی اگر حتی یکی از طرفین محاسبه ما، محاسبات ما اعشاری باشه، جوابی که برگشت داده میشه اعشاره. به این دو تا مثال توجه بکنید. اینجا 4 ضرب در 7 است منتها با یک رقم اعشار، و جوابی که برگشت داده میشه 28 با یک رقم اعشاره. توی مثال بعدش بازم 7 رو ضرب در 4 کردیم، اما این بار هیچ کدوم اعشار ندارن و هر دو از جنس اینتیجر هستن و قاعدتا جوابی رو هم که برگشت میدن از نوع اینتیجر خواهد بود. پس اگر دو طرف عملگرای محاسباتی صحیح باشن جواب صحیح میدن، در غیر این صورت جواب اعشاری به ما خواهند داد. نکته بعدی اینه که اگر دو طرف عملگر تقسیم مقدار صحیح داده بشه، حاصل خارج قسمت هم تقسیم میشه، طبق همون نکته‌ای که ما توی برنامه‌ای که نوشتیم به شما گفتیم. چون دو طرف عدد اگر صحیح باشه، حاصلی که به شما برگشت داده میشه توی اون عملگر تقسیم، محاسبه تقسیم دو تا عدد، از جنس اینتیجر خواهد بود. و در غیر این صورت اگر یکی از طرفین اعشاری باشه یا هر دو طرف اعشاری باشن، حاصلش اعشاری خواهد بود که اینجا 8 تقسیم بر 3 با یک رقم اعشار 666 هزارم خواهد بود که حالا یه خورده اعشار بیشتری هم داره. نکته بعدی اینه که دو طرف عملگر مد یا باقی مانده حتما باید عدد صحیح باشن و اگر یکی از طرف این عدد صحیح نباشه و عدد اعشاری باشه، کامپایلر اون رو اجرا نمیکنه و ارور میده به ما. نکته بعدی این هست که حاصل عبارت x مود y که حالا دو تا عدد فرضی باشن با مقدار x هم علامتی، یعنی با اون عدد سمت چپی هم علامته. به این مثال توجه بکنین. در اینجا منفی 17 مودش به 3 می شود منفی 2. چرا؟ چون حاصل ما هم علامت با عدد و متغیر سمت چپ عملگر مد خواهد بود. و در مثال بعدی متغیر سمت راست عملگر مد منفی است، اما جوابی که داریم مثبته، چون هم علامت با متغیر سمت چپ است که مثبت 5. این نکات رو هم حالا استفاده میکنیم توی محیط برنامه نویسی و باز برمیگردیم به ادامه آموزش. خب در محیط دف سی پلاس پلاس هستیم و همونطور که گفته شد از این به بعد برنامه هامون رو با دستور using namespace std می نویسیم. خب اینجا من چند تا متغیر تعریف می کنم. یک اینتیجر به نام a تعریف می کنم و مقدار مثلا 4 رو توی اون متغیر a قرار میدم. عدد بعدی که تعریف می کنم یک عدد اعشاری و از جنس دابل به نام b و مقدار 8 ممیز 6 رو توش قرار میدم. عدد بعدی که تعریف میکنم باز یک عدد اینتیجریه به نام c و مقدار 4 ممیز 0 رو توش قرار میدم. به این سه تا تعریف دقت بکنیم. اینجا من متغیر a رو که تعریف کردم مقدار 4 رو دادم بهش و هیچ مشکلی نداره. توی متغیر بعدی هم مقدار 8 ممیز 6 دهم رو باز گذاشتم توی یک عدد اعشاری دابل به نام b و باز هم این مشکل نداره. اما توی خط سوم یک متغیر تعریف کردم از نوع اینتیجر یعنی عدد صحیح و یک مقدار اعشاری توش گذاشتم، یعنی 4 با یک رقم اعشار. اینجا هم کامپایلر هیچ اشکالی نمیگیره و اما در نتیجهش مقداری که توی c و واحد حافظه‌ای که اینتیجر c اشغال میکنه مقدار 4 هست که ذخیره میشه.
بدون رقم اعشار، یعنی کامپایلر خودش این رقم اعشار رو حذف میکنه. پس من بهتره که این رو در قالب یک نکته بهتون گفتم، اما بهتره که یک عدد دیگه مثلا منفی 12 رو اینجا بذاریم. اما من میخوام اون نکاتی رو که توی اسلایدها بهتون گفتم اینجا به شکل عملی پیاده سازی بکنم. اولین نکته این بود که بین هر دو عملگر اگر عدد صحیح باشن، یعنی دو طرف هر عملگری اگر عدد صحیح باشه، مقداری که بهت میده یک عدد صحیحه. در غیر این صورت مقداری که برگشت داده میشه و محاسبه میشه از جنس متغیر بزرگتر هست و بزرگتر منظور از نوع تایپ هست، یعنی تایپ اون متغیر. دابل از اینتیجر بزرگتره و فلوت از اینتیجر بزرگتره و دابل از فلوت هم بزرگتر هست. اینجا من میخوام یک محاسبه انجام بدم و اون محاسبه رو در یک متغیری باز ذخیره بکنم و نمایش بدم. به طور مثال اینجا من میخوام یک دابلی تعریف کنم به نام سام، یعنی مجموع، و مقدار A و B رو با هم دیگه جمع بکنم و اون رو نمایش بدم. یعنی در دستور بعدی از سی اوت استفاده میکنم و سام رو در خروجی چاپ میکنم. الان خروجی که خواهیم داشت چی هست؟ 4 به علاوه 8 و 6 دهم، چون یک طرفش دابل و اعشاریه مقدار اعشار رو به ما برمیگردونه، یعنی 12 ممیزه 8 دهم رو توی خروجی چاپ میکنیم. این رو اگر ران بکنیم خب همونطور که دیدین مقدار 12 و 6 دهم رو اینجا چاپ کرد. چون عذرخواهی میکنم من اینجا به 6 دقت نکردم، 8 رو نوشتم اشتباهی. 12 و 6 دهم رو اینجا چاپ کرد و متغیر بزرگتر رو برای ما نشون داد. اما اینجا اگر باز مقدار C رو قرار بدم، یعنی منفی 12، فکر میکنیم تو خروجی چی به ما نمایش بده؟ اینجا توی خروجی مقدار منفی 8 رو نمایش داد و عددی که نمایش داد از نوع صحیح بود. اما من این رو باز متغیر B بکنم و اون مقدار 12 و 6 دهم رو توی سام بذارم. اما این بار با این تفاوت که خود تایپ سام رو اینتیجر بکنم به جای دابل. اینجا درسته که حاصل این محاسبه 12 و 6 دهمه، اما مقداری که توی سام ذخیره میشه یک مقدار اینتیجری و صحیح باید باشه و کامپایلر میاد اون 6 دهم رو حذف میکنه و فقط مقدار 12 رو در خروجی چاپ میکنه. این هم یک نکته بود که در حال مهم بود و باید میدونستیم، اما من این رو دوباره باز تغییر میدم و به اون مقدار اصلیش برمیگردم. به این شکل. این از نکته اولی که گفتیم مقدار کوچکتر تبدیل به مقدار بزرگتر خواهد شد اگر دو طرف عملگر هم تایپ نباشن یا هم نوع نباشن. توی خط بعدی میخوام نکته بعدی رو خدمتتون بگم و اون نکته عملگر مود یا باقی مانده هست. اگر دو تا عملگر سمت راست و چپ عملگر مود ما هر دو صحیح نباشن ایرور داریم و در واقع محاسبه انجام نمیشه. یعنی من اگر اینجا یک متغیری تعریف کنم، حالا در خروجی چاپ کنم متغیر تعریف نمی کنم، این بار میخوام توی خروجی A رو مودش رو به B پیدا بکنم، چون B اعشاره اینجا ارور داریم.
دقیقا اینجا ارور از ما گرفت و توی اروری که نوشته گفته که مقدار دابل نمیتونه توی این عملگر محاسبه بشه و اینم از نکتهش که اینجا به صورت کامنت این رو هم باز میذاریم و میگیم که این خط ارور داره و اجرا نمیشه. اگر از کامنت بودن در بیاد ارور خواهیم داشت. توی خط بعدی نکته آخر رو به شما میگیم و نکته این هست که مقدار برگشت داده شده از عملگر باقی مانده یا مد علامتش هم علامت با متغیر سمت چپ خواهد بود. اینجا من اگر سی اوت بکنم مقدار مثلا A رو مدش رو به C، چون هر دو طرف صحیح هستن این امکان پذیره و چون C منفی 2 تأثیری توی علامت نمیذاره و اون علامتی که برگشت میده هم علامت A هست و مثبته. اینجا 4 مدش به 12 برابر همون 4 میشه چون عملا تقسیم بینشون 0 هست. اینجا پشت سر هم چاپ کرده 4 رو بعد از 12 16 چاپ کرده که خب دستور ال هم بزنیم بد نیست. بازم این رو من ران میکنم. توی خط بعدی 4 رو برای ما چاپ کرد. اما اگر مقدار C این طرف قرار بگیره به چه شکل خواهد بود؟ خب قاعدتا عملگر مد جوابی که به ما میده هم علامت خواهد بود با متغیر سمت راستی که C هست. به این صورت یعنی اینجا مقداری که چاپ میکنه چون مقدار C منفی هست این محاسبه حاصلش منفی خواهد بود. به این صورت که الان 0 رو چاپ کرد چون دوتا عدد در واقع مدش اینجا میشه 0. حالا من عدد رو یه تغییر بدم. اینجا لامصب 12 به همه عددا تقسیم شده. اینجا تقسیم 12 بر 4 0 میشه و من این عدد رو مثلا به جای 4 5 بذارم باقی ماندهش میشه منفی 2 در این محاسبه‌ای که انجام میشه. باز ران میکنیم و اینجا منفی 2 رو چاپ کرد توی خروجی. این هم از نکاتی که گفته شد و اجرای عملی اونها در محیط دف سی پلاس پلاس. با همه این نکات توی محیط عملی آشنا شدیم، اما میریم سراغ یک نکته مهمتر. اولویت عملگرهای محاسباتی در انجام هر عبارت ریاضیاتی و محاسباتی اولویت انجام محاسبات با یک سری عملگرهاست که توی ریاضیات مثلا تعریف شدن برای ما، اما ممکنه توی زبان برنامه نویسی این یک خورده شیوهش متفاوت باشه، اما تقریبا توی اکثر زبانها یه چیزی شبیه به همون عبارت ریاضی سعی کردن در بیارن. توی زبان سی پلاس پلاس اولویت برای انجام محاسبه بین دو تا پرانتز هست، یعنی در واقع ابتدا اولویت در انجام محاسبات برای محاسباتی است که بین دو تا پرانتز قرار داده شدن. اما توی همین پرانتزها خب ممکنه مثلا چند تا عبارت داشته باشیم که مثلا چند تا پرانتز داشته باشه. به این عبارت اینجا اگر دقت بکنیم ما اینجا دو تا پرانتز داریم، اما بین این دو تا پرانتز اولویت با کدومه؟ خب هر جا که مثلا 2 تا 3 تا 4 تا پرانتز داشتیم یا هر عملگر دیگه ای داشتیم که شبیه به همدیگه بود و عملگرها تفاوتی نداشتن، از سمت چپ محاسبه انجام میشه و در سمت راست پایان پیدا میکنه. یعنی اینجا ابتدا پرانتز اولی از سمت چپ اجرا میشه، بعد میره سراغ انجام محاسبه پرانتز دوم از سمت چپ. یعنی ابتدا
A با B جمع میشه و بعد C با D کسر میشه، یعنی C از D کم میشه، D از C کم میشه. و در پایان هم محاسبه اینها که انجام شد، جواب اینها در هم دیگر ضرب خواهد شد با توجه به این عبارتی که اینجا وجود داره و عملگر استار. بعد از پرانتز، یعنی بعد از اولویت اجرای محاسبات درون پرانتز، اولویت هست با عملگرهای ضرب، تقسیم و مد. بین این سه عملگر هیچ اولویتی وجود نداره و از سمت چپ هر کدوم زودتر اومده باشن اولویت با اون عملگر خواهد بود. عملگرهای بعدی عملگر جمع و منهاست و اینا هم هیچ اولویتی نسبت به هم دیگه ندارن مگر اینکه یکیشون زودتر از سمت چپ اومده باشه. در اون صورت اولویت با عملگری است که از سمت چپ زودتر اومده باشه. چند تا مثال در حالا قسمت ریاضیش و قسمت برنامه نویسیش ببینیم. به این مثال توجه بکنیم. ما اینجا در عبارت ریاضی که داریم 5 تا متغیر داریم که با هم دیگه جمع شدن در صورت یک کسر و بعد در مخرج کسر عدد 5 رو داریم. برای محاسبه این توی ریاضیات ما میایم 5 تا متغیر رو ابتدا با هم دیگه جمع می‌کنیم و بر عدد 5 تقسیم می‌کنیم. اما اگر بیایم این 5 تا متغیر رو توی زبان C++ بنویسیم و در پایان /b بزنیم، مقداری که برگشت داده میشه بدون این پرانتزهایی که الان اینجا داریم، ابتدا میاد ای رو بر 5 تقسیم میکنه، یعنی چون اینجا اولویت با تقسیم ای رو بر 5 تقسیم میکنه، بعد با این 4 تا متغیر دیگه جمع میکنه. اما اگر بخوایم مثل همین رفتار بکنه، اولویت رو باید براش مشخص بکنیم و اون مجموعه هایی رو که میخوایم ابتدا انجام بشه بین پرانتز بیاریم. اینجا برنامه ابتدا میاد این 5 تا متغیر رو که بین 2 تا پرانتز هست محاسبهش رو انجام میده، بعد میاد حاصل این محاسبه‌ای که انجام داده رو بر 5 تقسیم میکنه. یعنی معادل ریاضی این توی زبان C++ به این شکل خواهد بود. مثال بعدی mx به علاوه b، اینجا ضرب m و x رو داریم و به علاوه b و توی ریاضیات اولویتش ابتدا با ضرب بعد با جمع. توی C++ هم دقیقاً به همین شکل m استار x به علاوه b، ابتدا اولویت با ضرب m در x ضرب میشه بعد با b جمع میشه. مثال بعدی که مثال حالا پروپیمونتری هست، اینجا یک عبارت ریاضی داریم PR مودش به Q، یعنی P ضرب در R باقی ماندهش بر Q به علاوه V تقسیم بر X منهای Y. اولویتش توی ریاضیات ابتدا با ضرب، بعد با مود، بعد با عملگر اسلش یا تقسیم هست و بعد با این جمع و منها. این توی ریاضیاتش بود. اما اگر بخوایم این عبارت رو توی C++ بنویسیم که خب این ضرب بینشون استار قرار میگیره، این مود همون مود رو قرار میدیم به علاوه و تقسیم و منها. اولویتشون ابتدا از سمت چپ، چون هیچ پرانتزی نداریم، با عملگرهای ضرب، تقسیم و مود هست. از سمت چپ شروع میکنیم. ضرب چون زودتر اومده با P در R ابتدا محاسبه میشه، بعد عملگر مود میاد حاصل P در R رو با Q حاصلش رو انجام میده در قدم دوم. در قدم سوم کامپایلر میبینه این به علاوه است و این عملگر تقسیمه، چون اولویت با تقسیم ابتدا میاد در قدم سوم حاصل تقسیم W بر X رو پیدا میکنه، بعد میاد میبینه که دیگه عملگر ضرب و تقسیم و باقی مانده ای چون وجود نداره و یک عملگر منهاست، از سمت چپ اولویت با جمع هست و حاصل این تقسیم W بر X و این قسمت رو با هم دیگه جمع میکنه و در پایان منهای 5 میکنه و در قدم آخر میاد این حاصل عبارت ریاضی رو که محاسبه کرده میذاره توی متغیر Z و اونجا
ذخیره میکنه. به همین سادگی. خب به پایان قسمت اول محاسبات و قسمت سوم سلسله ویدیوهای برنامه‌نویسی C++ رسیدیم و سعی میکنیم توی قسمت بعد این بیشتر در مورد محاسبات صحبت بکنیم و سعی میکنیم برنامه‌های کاربردی بیشتری رو پیاده سازی بکنیم. ابتدا ساده شروع میکنیم و در پایان به نهایت استفاده‌ای که میشه از اون نکات کرد خواهیم رسید. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.